درود و خسته نباشید به همگی. امیدوارم که حالتون عالی باشه. در مورد لول ها هستش، سعی میکنم هر چند روز یک بار ما در مورد خود لول ها صحبتی داشته باشیم. ببینید، اولین لولی که بر ما ایجاد میشه، حالا فاکتور زمانیشو کلا میذاریم کنار که آیا تو اون لحظه توی مارکت بودیم یا نبودیم. ببینید این لول ایجاد میشه، شکست از پایین به ما میده، ما میتونستیم یک ورود شورتی رو از توی این نایه داشته باشیم و یا نهایتا روی پول بکش یک ورودی رو میکردیم، در مجموع کلا استاپ میشدیم. ورود بعدی که از طریق این لول ایجاد میشه، ما میتونستیم از همین نایه، چون که خود این فاصله خیلی زیادی نیستش نسبت به حساب ما میتونستیم همونجا یک ورودی رو داشته باشیم. تارگت هم تا یکی از همین سقف‌ها مناسب بود. به نظرم همینجا برای تارگتش عالی میشده، حالا حتی یکم هم پایین تر. ورود بعدی که داشتیم میتونستیم توی این نایه باشه، تارگتمون هم نسبت به لول دیروزمون قرار میدادیم و که متاسفانه اینم استاپ میشدش. در مورد ورود بعدیمون هم به این صورت بودش که میتونستیم بیایم اینجا و این شکستی که اتفاق افتاده روی پول بک کاملا ورود بکنیم، یا بعد از شکست ما کاملا ورودمون رو انجام میدادیم. تارگت هم تا لول پایینی که بر ما ایجاد شده. توی یک سری ویدیو کامل توضیح دادم که مبنای لولیمون به چه صورتی هستش، مخصوصا در گروه تریدمون که تمام این موضوعات رو توی گروه تریدمون میذاریم. حالا دوستانی که تمایل داشتم پیغام بدم و عضو این گروه بکنمشون. در مورد این ورود هم ما میتونستیم توی اینجا یک ورودی داشته باشیم. ببینید این که آیا ورود کردیم یا نکردیم کاری ندارم، صحبتم بر این منوال هستش که مکانیکی بودن این لول ها کلن ماهیتش رو به چه صورت هستش. دوباره مجددا ما میتونستیم اینجا یک شورتی داشته باشیم. این که حالا یک سری تاییدی ها هست، یک سری از اینا حذف میشه، یک سری هاشون رو کلا تو اون تایم نیستیم ورود نمی کنیم، اونا بماند. دوباره ما یک ورود میتونستیم توی این نایه داشته باشیم که این کاملا استاپ میشد. دوباره مجددا حرکت به سمت بالا برگشت و در نهایت اینجا ما میتونستیم یک ورودی رو داشته باشیم تا لول بعدی ما. حالا اگه دقت بکنید دقیقا ما میتونستیم یک ورودی هم از لول دیروزمون داشته باشیم. حسابمون اینجا با رعایت مدیریت سرمایه‌مون میتونستیم تا همین نایه یک تارگتی رو ازش بگیریم. این کلیت مکانیکی بودن لول ها هستش. فعلا خدا نگهدار شما.